حضور فولاد در صدر جدول این امید رو به وجود می آورد که تماشاگر بهتری به ورزشگاه بیاد، اما هنوز تماشاگران ما ترجیح میدن از طریق گیرنده‌های تلویزیونی خودشون و توی خونه و در یک محیط شرایط راحت بازی رو ببینن. اشتباه مدافعینه فولاد خوزستان و توی دروازه هم هست این بازیکن. ببینیم یک بار دیگه اینجا اشتباه کرد وفا هخامنشی. ببینید این راحت یه تو بالا آورده راحت و ضربه دقیق جریمه. ضربه بختیار رحمانی رو بسته هست. حالا کلانتری پشت محوطه جریمه، جماعتی یه ارسال، فرصت برای بازیکنان فولاد خوزستان. بختیار رحمانی، اسماعیل شریفی و پنالتی. اعلام ضربه پنالتی به نفع ثمر. یه کارت زرد رو هم به مدافع نشون میده. ببینیم یک بار دیگه این لحظه است که اسماعیل شریفی تکل لوسیانو پریرا پشت توپ قرار میگیره. بهترین گلزنه فولاد خوزستان که 4 گله هست. آیا گل پنجمش رو در این مسابقات به ثمر میرسونه یا خیر؟ پریرا و توی دروازه گل تساوی پریرا مندز. این ثمر میرسه. محمد باقر صادقی خوب دستش رو خوند و خوب تشخیص داد، اما ضربه‌اش دقیق و پنجمین دقیقه بازی رو پشت سر میگذاریم. نتیجه 1-1 مساوی هست. ایوب کلانتری ارسال کوتاه به تیر اول، یه ضربه سر و توی دروازه گل دوم ایوب کلانتری و ضربه تمام کننده بختیار رحمانی. ببینیم یک بار دیگه در تاثیر آهسته خیلی سریع به تیر اول اومد با یه ضربه سر توپ به قعر دروازه سایپای البرز فرستاد. کاری از دست حرکت رو به جلو از بازیکنان فولاد مجدداً سروش رفیعی پشت مدافعین. پریرا به دنبال توپ نگه میداره به عقب‌تر. اسماعیل شریفا در سمت چپ هست. شریف میده یک لحظه مدافع سایپا رو در محوطه جریمه. این ضربه است شریفا و توی دروازه از زاویه‌ای بسته اسماعیل شریفا دیگه است. دوم ورق برگشت و فولاد واسه با یک بازی زیبا و رو به جلو موفق میشه حریف خودش رو شکست بده تا این لحظه. ببینید یک بار دیگه در حرکت آهسته اسماعیل شریفا جا گذاشت به راحتی و با پای راست ضربه‌اش رو کنار دستان محمد باقر صادقی به طور دروازه. جعفری، کلانتری، حرکت خوب از بازیکنان فولاد خودم پشت مدافعین. فرصت برای پریرا و یکی از بازیکنان فولاد و توی دروازه سروش رفیعی گل چهارم رو برای فولاد خوزستان فرستاد. فولاد 4 سایپا 1. ببینید اینجا قاطی کردن. یه لحظه به نظر میومد که اشتباه بکنن، اما سروش رفیعی زرنگتر بود و توپ رو به درون